برکت به نظر من خونی که ریخته شد، یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. به برکت اون خونی که از حاج قاسم ریخت، حضرت آقا یه تکون 60 ریشتری خوردن. یعنی اون چنان تکونی بود که برگای عظما ریخت. شاید من تو دوربین نباید این حرفو بزنم، اما از اونجایی که عظما قباله ایران رو به نام من کرده و از اونجایی که ایران ارث بابامه، هر کس مثل من پاچه خار ولایت نیست باید از ایران بره. آره دیگه، موندید اینجا چیکار؟ برید بذارید من و خجسته خانوم و هدا خانوم و زینب حاج قاسم اینا پای سفره انقلاب بلنبونیم. ما هر چی داریم از این اختلاس‌های سلحشورانه باباهامون و قتل و غارت‌های مقام عظماست. به این میگن مدل زندگی ولایی. خونه و ویلا و ماشین و پول و سفر کانادا و تلویزیون و رادیو مال ما، باتوم و گلوله و سقوط هواپیما و رفتن از ایرانم مال شما. هر کی بهتر از من میتونه نعلین عظما رو بلیسه بیاد تو میدون.